سلام. همونطور که مستحضر هستید و میدونید، خاستگاه و محل پیدایش کفش در کل جهان در طول تاریخ بشریت کشور ایران بوده و دچار سوء تفاهم نشید. همین الان هم ایران واقعا حرف برای گفتن در این زمینه داره، چه کفش‌های پارچه‌ای و کتونی‌های ورزشی و چه کفش‌های چرم و به قول معروف کفش‌های اصیل و رسمی. الان شرکت خود ما که بنده خدمتتون هستم گواهی ایزو انگلستان رو داره و این نشون دهنده این هستش که هنوزم که هنوزه حرف اول رو میزنه ایران. بعضی سوال میپرسن و خب نگران بحث تحریم ها هستند، بحث ترانزیت، بحث فکر میکنن که ارتباط و واردات از ایران مشکل ساز خواهد شد. ابدا این گونه نیست. این اطلاعات قدیمی و این اطلاعات دروغ رو بذارین کنار. ایران هنوز هم با وجود همه تحریم ها قوی ترین ترانزیت ها رو داره و واقعا تحریم نمیتونه کاری از پیش ببره و خیلی ها هستن که از ایران واردات دارن، از هر کشوری. و در پایان میخواستم خداحافظی کنم و آرزوی سلامتی برای همه بینندگان عزیز داشته باشم. بدرود. خدا نگهدار.